امروز جمعی دوستان، استادان، اهل کلک، اهل قلم، اهل درد و اهل عشق در خوالینگ نازنین جمع شده اند به خاطر یاد کردن از 80 سالگی استاد حبیب الله فیض‌الله. استاد حبیب الله فیض‌الله واقعا هم شاعرانی نسل بیدار، نسل گرمی خروشاوی یا خود نسل خروشافسکی اتپل بودند که یک شور و شرر به ادبیات سویتی تاجیک وارد کردند. حبیب الله فیض‌الله، گلرخسار صفیه و لایق شیرالی، مومن قناعت، بازار صابر و غایب سفرزاده و ده ها و صدهای دیگر بودند که یک انقلاب به شعر تاجیک وارد کردند. من سخن رو به درازا نمیبرم، میخوام یک شعر حبیب الله فیض‌الله را در سر گورش بخونم. استاد حبیب الله فیض‌الله که فرزند زمان خود بودند یک شعر سالینوی دارند و ببینید که در همین یک شعر خورد و خوب چقدر آرمان‌های خیش را جا کردند. حبیب الله فیض‌الله میگوید که سال نو آمد و ما دورنشین، یاد از سال کهن بینماییم، یاد از محفل پارینه خود از بد نیک سخن بینماییم. سال نو آمد و ما دورنشین، یاد از سال کهن بینماییم، یاد از محفل پارینه خود از بد و نیک سخن بینماییم. گرد خان گرد بیایید همه سرجم پریشان نشوین، دل خود را چقدر جنگ زنیم، با دم و شیم و شیمان نشوین. سال نو آمد ما دورنشین، دوره آباد زهر خنده ما، دوری ما خالی بود جای شما ای رفیقان پراکنده ما. ببینید چقدر آرمان های خیش را جا کرده است در یک پاره شعر. روحش شاد، خاطرش آسوده باد. ملت تاجیک هیچ وقت فکر میکنم که چنین فرزندای خیش را فراموش. عادل جان، از آثار استاد: مانند لباس دوستان کهنه شوند، امروز قرین پگاه بیگانه شوند، محتاج شوند اگر به تو محتاجند، محتاج شوی دوست شوند یا نشوند. یاد شاعر بخیر بود. سلامت باشن، روحشان شاد، منزل آخرتشان آباد. امروز تمام روز برای ما یاد بود چی؟ در یک سرزمین، در یک دیار خیلی خورد ولی مردانی بزرگ. باز در گوشه بامی پدری، لاله می روید و قمری به نوا می آید، لانه مانه زینو داستکانی سفری، ایدی نوروز همه خانه ما می آیند. روحی استاد شاد باشد. سلامت باشن، سلامت باشن.